سلام. با اولین ولاگ ما خوش اومدید. همین بسته دیگه. اینجا دیگه ویدیو اینجوری میگه دن 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 مثلا یه آهنگ. آره. حالا کوه شروع شد. سلام. پاپو. Canis lupus. Vulpes vulpes. سلام هاپو. شبیه بازی‌های سوم شخص رو ازت فیلم میگیرم. تاها خسته است. تاها پاره است. تاها کلا 5 دقیقه کوهپیمایی کرده و پاره است. 5 دقیقه نام از اونجا اومدیم. یعنی چی 5 دقیقه؟ دلغک. اینجا خیلی خلوته. هوا خیلی خوبه. پارم مرد. ما قرار بریم تو اون دره. عالیه. احساس میکنم دارم تومب رایدر بازی میکنم. یعنی تو برام تصویر تومب رایدری. ببین تکنیکلی آره ولی تکنیک نه. آره یعنی آب شیرینه ولی اینکه آلودگی هایی که انسان در مسیرش تا الان بهش افزوده چی بوده مشخص نیست. سر همین میگم نه. وگرنه اگر مثلا بیکتر بود اینجا آره میشه. ولی جلوتر آب خوراکی هست. چیه؟ خیلی داره به هم حال میده. اصلا این که آب با این شدت داره میاد. تازه الان تو کم آب ترین حالتشه. ولی اصلا نیاز به طبیعت داشتم. بعد جالب اینجاست که کل مسیرمون تا آبشار از وسط رودخونه است. یعنی کلا داریم از وسط رودخونه رد میشیم. عالیه. اگه میتونی بیا. بهت میگم کار سختیه تا لحظه‌ای که اونجا وای نسی راحته. خب تا کجا میخوای دستتو به سنگ بگیری؟ سنگ تموم میشه تا. خب آره دیگه چوب تکون میخوره تا. مثل فیلما نیستش که راحت از روش رد شی. تا الان سنگ تموم میشه. بیا پایین تا. پاتو بذار رو اون سنگ بیا پایین. منطقی. پشماش توی سنگ داره آب میاد. آره دیگه چشمه است تا. چشمه است. از داخل سنگ میاد. چشمه اشک پرسیاوش اسمش. گربه وحشی. رفت اون پشت. خب وحشیه دیگه. به قسمت اول مستندهای طبیعت گردی. در اینجا یک خرچنگ وحشی رو داریم. این کوه یک one crab in the خرچنگ بغل به بغل در حال راه رفتن است. side by side. داریم از مراحل خمیر گرفتن الان فیلم میگیریم. مخمر می‌ریزیم. و بعد آردو میریزیم، مخمر و آب و آرد رو قاطی میکنیم. نمک میخوایم. مهمترین چیز تو سفر میدونی چیه؟ چی؟ گالاو. ایرود شاید پشمات بره برای این گالاوهای 4 ولیعصر رو. لب‌پری بیستی که ما برش داشته باشیم. این مراحل آماده سازی نونمونه که قراره برای صبحونه استفادهش کنیم. دستان پرتوان عموکی‌ها رو داریم میبینیم. سلام. در حال خمیر گرفتن طبیعت هستیم. حقیقتا خودم هم اولین باره که دارم توی همچین خمیر میگیرم. هیچ ایده‌ای ندارم قرار چطور در بیاد. دماش خیلی پایینه. هوا هم خیلی خنکه. اشکال کاش بیاد. دلقک. خیلی خوشحالی الان آره. خب الان اینو قرار روشو بکشیم بذاریم بمونه. آره. خداحافظ شما. خب داریم قهوه برای خودمون درست میکنیم. یه باریستا هیچ جایی بدون قهوه نمیمونه. چطوری عمو کیا؟ سلام. آقا ما قهوه‌مون هم حاضر شد داریم میخوریم. قهوه من حاضر شد. عمو کیا داره میره برای قهوه خودش. دارم میرم برای راند دوم. قهوه دودی با طعمیات‌های آتشین. طعمیات آتشین قهوه. این غلطه این درست. اوکی. خب یه ذره بیاین یکم فوت کن. سری بچه مچه هم میبینید که آوردن اردو
و اینجا دارن خیلی سر و صدا میکنن واقعا. خب راستی کیا؟ کیا؟ What the fuck؟ کیا؟ تو چی کار میکنی؟ اونجا چی کار میکنی؟ اما کیا چه خبر؟ چایمون دم بکشه یه چایی در حال دمیدن. چای باز نیستی خیلی. من هر چایی بازی هستم به جز سیاه. آره یکم نجات چای پرست. سیاه. آره چون با چای آتیشی همه خستگیاتون برمیاد. خستگی بود یه لحظه ما اول اینجا خمیر رو بهتون نشون بدیم که ور اومده. اما که قشنگ بگی شما به دوربین نشون بده. ببین این برتر این برتر. اولین نونمون یه نون خوبی شده. یه تیکش بکنیم. بمایم تو طبیعت واقعا. نگم نمکش باید بیشتر میشه. خب آقا رسیدیم به مرحله پخت نون. کنارش داریم قهوه میزنیم. مشتری ما اومدیم بالا یهو دیدیم نون بهمون دادن، قهوه دارن واسمون سرو میکنن. دیگه چی میخوای از طبیعت؟ واقعا غافلگیرمون کردن. حالا خیلی خوش میگذره. خب آقا اینم از قهوه مشتری روی کوهی. آقا بفرما تست. شما ده. عالی. نون اونوری. وای چه خوب شد. داریم سوسیس تخم مرغ میزنیم و خب سلام عمو کیا. به به سلام. من تاهای خستم. اونم فلفل دلمه پیاز سوسیس و تخم مرغمون. So delicious. این هم بچه بریزه اینجا. ما وسط هفته اومدیم که سر صدا نباشه. خب آقا اینم از غذای ما. داریم با نونی که پختیم میخوریم. یا اولی لقمه رو بزن. میخوام ازش فیلم بگیرم. خوبه؟ ایول. خب آقا ما دیگه بریم بقولیم. فلفل دلمه‌ای، سیر و پیاز در حال سرخ شدن برای رفتن تو مرغ. تو شکمش، تو دلش. خب یه توضیح بدی که داریم چیکار میکنیم؟ پرست این بیس زغالمونه برای اون. این آقا ما دفن کردیم این مرغ و این زیر. سلام. این زیر یه دونه مرغه. یک مرغ درسته که ساعتهای زیادی مرینیت شده. فیلی براین. براینش چی بود؟ خیلی. یه سری آیتماشو بگو دیگه. داریم ویدیو. برید توی ریلز اینستاگرام ببینید. ایول. آقا ما بلالامون حاضر شد. مرغ هم داره میپزه و مرغ هم تقریبا حاضره. دیگه یواش یواش باید یه خاک و خلا رو بزنیم ازش روش کنار. بندازیم توی شیون بریم خنک. وقتی نازک میشه. وای نه بذار تو ویدیو. میخوام ببینم خوب پخته یا پخته دیگه این از این بیشتر. خب دوستان غذای ما حاضره. دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. ای وای دیگه رد داده مغزم. که روش چیز بریز. روی 870 نبضم. نصف طرفداران خارج از ورزم. لیمو رو ببر. لیموی توش هم هستا. نگاه دیدی؟ شاهکاره. وای مزه زندگی میده. بابا بیا بالا. داریم برمیگردیم و داره شب میشه. گرگو میشه دیگه. الان آشغالامون هم جمع کردیم. آشغالاتون هم جمع کنید. الان 14 ساعته که تو طبیعت. معمولا آشغالای اینجا هم جمع میکنم ولی الان 14 ساعت اینجا یکم نمیتونم. فقط آشغالای خود.
اینجا مجبورم قطع کنم دیگه واقعا اینجا رو نمیشه. بریم بره. خیلی کیفیت دوربین مال پایین تو این گرگومیش. اشکال نداره. شهر خاموش شد، چراغاش روشنه ولی دیگه واقعا شد. برو. این نسخه بهتری شده داشته باشه. کاش یکم گوشی های خفنی داشتیم.